صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. اسکندر اسب دوست داشته‌اش بودسفل را از دیمارت کارینفی تحفه می‌گیرد. اسکندر اسب قیصر و وحشی طبیعت را در پیش چشم پدر و مقربان او سواری نموده گویا بعد آن از پدرش چنین سخنان تحسین آمیز می‌شنود: پسرم، برای خود ملک دیگری پیدا نما، وگرنه مقدونیه برای تو تنگی می‌کند. اسکندر مقدونی از آوان خردسالی با عقل رسا، جسارت و دلیری، عزم جنگخواهی و وقار و صلابت خاصش فرق می‌کرد. بار او هنگام نبودن پدر سفیران شاهنشاه پارس را قبول کرده با سؤال‌های عاقلانه‌اش از بابت راه‌ها و کشورهای داخلی آسیا، نظام لشکرداری پارس‌ها و مناسبت شاهنشاه هخامنشی به جنگ هیئت سفارت را به حیرت گذاشته بود. گذشته از این، پلوتارخ در اثرش گفتار پادشاهان و سرلشکران می آورد که اسکندر خردسال از غلبه‌های پدرش غمگین شده به همسالانش می گفت که پدرم همه جای را می گیرد و برای فتح من چیزی باقی نمی ماند. غایه های الینیزم که از خردسالی در نهاد اسکندر جای گرفته بود، هنگام 3 سال شاگردی در نزد اریستوتل تشکل یافته او را پیروی عقیده های استادش آید به برتری و افضلیت سیاست اداره‌کنی و دولتداری الینی ها نسبت خلقیت های دیگر شرق از جمله دولت هخامنشی ها نمود. سیستم نظر اریستوتل و دیگر فیلسوفان یونانی به آن اساس می‌یافت که والاترین طرز اداره‌کنی دولت، اداره‌کنی پالیسی شهر دولت‌ها، یعنی شکل مخصوصی ساخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یونانی قدیم بوده بر آزادی شهروندان مساعدت می‌کند. محض همین غایه بزرگ الینی و لشکرکشی و ضبط‌کاری‌های پی در پی شاهنشاهان هخامنشی به یونان قدیم بارها دولت‌های خرد و بزرگ این سرزمین افینا، سپارتا، فیو و کورینف را علیه فارس‌ها متحد ساخته مقابلیت و محاربه‌های شدید مسلحانه را پدید آورد. بعد پرقوت شدن مقدونیه، فیلیپ دو سیاست متحدسازی دولت‌های جداگانه یونان را پیش گرفته پس از محاربه خیرانه سال 338 پیش از میلاد به صلح میان دولت‌های یونان زمین موفق شد که آن در تاریخ چون اتفاق دولت‌های الینی شهرت یافته است. برای رعایت سازشنامه و حل مشکلات پیش آمده به طور منتظم در کورینف جمع آمد سینهدریون شورای مخصوص دایر می‌گردید که این شورا شاه مقدونیه فیلیپ دو را گگمان و سرفرمانده قشون‌های متحده دولت‌های الینی تعیین کرده بود. ناگفته نماند که اسکندر مقدونی در محاربه خیرانه در سن 18 سالگی قشون‌های سواره فلنگ راست را سروری نموده سربازان سواره فیوانی را به عقب نشین وادار نمود و استعداد لشکرکشی خود را نمایش داد. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.